خب درود و سلام برادر و هموطن و آدمایی که مخلص ها مبارز ها و جوانایی که پیگیری میکنین کانال بنده خادم خلق. امید از خدا داریم که یکایک شما خوب صحت سلامت و سربلند هم باشه. سفرها پیر شدن، رفتیم اومدیم انا بگیم آلمان جلسه سالانه گروه 24. بگیم تشکری از یکایک برادرها دوستها که مقیم آلمان هستند. بسیار به نهایت به یک سطح بگیم بلند پیشواز گرفتن. مهمانداری از همه وابی نداریم. برای دعوتشون، برای پیشوازشون و از همه اینا بگیم که تشکری میکنیم. اما امروزه بگیم که سخن ما درباره همون بعضا چیزهایی که در عالم مجازی دیده میشود که ما بسیار میبینیم. از جلسه سالانه امام علی رحمان بگیم که یک کمی کم باشه، همچون مخالف بگیم یک کمی کم باشه، بگیم که یک خوشحال شدیم. سبب خوشحال شدگی ما یعنی این مبارزه ما به نتیجه نماندگیش نشان داد که امام علی رحمان بگیم که از همون کمبودی ها، از مهاجرها، از بگیم از شرایط مهاجرها بگیم که حرف زد و بگیم که و خودش با زبان خودش حکومت خودش و ساختاری که ساخته بود اون ساختار خودش خودش چیکار کرد؟ تنقید کرد. یعنی اینم گویم که نتیجه همون سخنهای ما، اینم نتیجه بگیم که همین 10 سال دوادو ما. امام علی رحمان از یک طرف ما رو تروریست و اکستریمیست گویم که نام برد، اما امروز بگیم که در همون سخنرانی خودش همون کمبودی هایی که ما حرف میزدیم امام علی تصدیق کرد این چیزها را و خودی امام علی هم باشه همون ساختار خودشه و همون حکومتی که خودش تشکیل کردگی است برای خودش بود، او را گویم که همون حرف هایی که ما میزده امام علی رحمان تصدیق کرده. این حرف ها را گویم که زد. نمیدونم که همون 307 استاتیا در امام علی خودش هم داخل شد یا داخل نشد، دیگه این شک نمیدونیم. برای که هر کس حکومت ساختگی امام علی رحمان گویم که تنقید میکنه، البته او استاتیای 307 داخل میشه و خودی امام علی هم از همین کمبودی ها حرف زد. ما فکر کنیم که خودی امام علی هم علاقه در همون استاتیای برآورده سود عالی جمهوری تاجیکستان 307 امام علی رحمان داره شامل شد در این استاتیا. خلاص از بسیار چیزها بگیم که ما هم ناراضی هستیم و اون چیزهایی که امام علی هم امروز داره ناراضگی میکنه تقریبا بگیم فکرهای ما با فکرهای امام علی رحمان گویم که وقتهای آخر یک جا شده ایستاده است. یعنی انیقترش امام علی رحمان با فکرهای ما بگیم که یک جا شده ایستاده است. یعنی که تصدیق کرده ایستاده است که ما جامعه توی نمی درجه خراب هستیم، دزدی میکنیم رهبرا که مردم در این احوال است، مردم در غریبی است، مردم میمبره، مردم گشنه میمونه، مردم تشنه میمونه. خلاص همین از همین حرفا زد. اما اینجا باز یک مینوسی کلان دیگر که ما میبینیم، خصوصا یک چند وقت شد من شامل تیک تاک هم هستم. در تیک تاک بنده یک کانال خودش هم داره استانایف و گویم در اونجا ما حرف هم میزنم، در
تیک توک بازن حالاتو و بیشتر در تیک توک من مردمی همون خودم اونا پیگیری میکنم کی چیکار میکنن. یک چند دختری به نهایت بی‌ادب، به نهایت بی‌معنی، به نهایت بگیم که از همون دنیای انسانیت قفا ماندگی دخترها گویم که در تیک توک روزی دراز نمیدونم امنیت جمهوری تاجیکستان کجا را نگاه میکنه و چرا اینا جوابگو نیستن در این چیزها که همون از سحر تا نیم شب در تیک توک تنها بوی بین پا، پشم بین پا، تراشین خشرو کنین یا برودا بعد خشرو روین پیش یا بروتون شما وقتی که تای بین پاتون بو میکنه شما چند تا یا برودا میرین یا برای شما دلش میمونه. یعنی که یک تبلیغ برده ایستادن، یک تبلیغ برده ایستادن که از عقل انسانیت بیرون است. دموکراتیا گفتگی چیز معناش یعنی انیقترش آزادی تو پایمال نکنه آزادی کسی دیگر. تیک توک ساخته شده است برای 4 فاحشه باشه، یکی 4 انسانی بی‌ادب باشه. تیک توک ساخته شده است برای کل انسان ها. در اونجا علم هم هست، در اونجا چیزهایی میسازن میبینی، در اونجا بگیم که پرورش میوه ها هست، یعنی که چخیل پرورش میکنن. خلاص تیک توک، یوتیوب و گویم غیر همه مجازی ها هستن که اینا واقعا بسیار یک جای علمی هم دارن. اگر نگاه کنی از اینجا بسیار چیزها را میتوان آموخت. اما تیک توک ساخته نشده است که خانه 4 فاحشه باشه و در اونجا 4 فاحشه بدرویه. یک دو سه فاحشه از افغانستان، از دخترای افغانستان، یک دو سه فاحشه دیگه از تاجیکستان هست که داخل میشوند. نمیدونم امنیت اگر شما پیش راهی را میگیرین نمیگیرین دیگر نمیدونم اکمو خطی چی گپ زنیم چی رفتار کنیم. دهن توالت است، توالت دهن نیست تودا، دهن توالت است و بدن حالت ده. روز دراز در دهن اوتاد، در قوری اوچاد، در ناموسی اوچاد ما فلان کنم بمیزم این ای تاری کنم او تاری کنم. ای انسانو کدام میگیره اونامو را که باور که پوستش میکنه در یکان چقری اونام بیوره پوستش میکنه، خیلی پرستای نه. بعد اون میفهمه که در کجا و کی را چی کده ایستاده است. از امنیت تاجیکستان، از همون انسان ها، یعنی پیش راه این همه 4 فاحشه را گرفتن از شما. ما میگم باور که کایی که تیک توک هوی نکنی او 4 بیوه سر تو بگه در درون تیک توک فقط در قوری اوچات، در قوری اوتات نمیدونم، در ناموسی اوچات. خلاص اینم خیلی احوال است. اکو فرصت مده نیست او دورای پیش ما که ما در او تریتوریای روسیه و قزاقستان که او وقتی ما نیست که از دست شما دیگه ما نمیتونم. اگه ما بر وقتی را گفتیم گپو چولش حلال میکردم دیگه ای گپ نمیزد، دیگه ای گپو رو در اینترنت آبروی تاجیک میگن گپ میزنن، آبروی ملت میگن. 4 فاحشه 24 ساعت در تیک توک، 24 ساعت 4 فاحشه. دهن توالت، دهن توالت. از رزمرای شکافیشون برآورده گپ زده ایستادن، از آوای بین پاشون میرختگیش گرماش برآمده گپ زده ایستادن. تبلیغ به فاحشگی کجاستی حکومت جمهوری تاجیکستان؟ چرا حکومت پیش این فاحشه ها را نمیگیره؟ کجا دارین شما که یک انسان از کمبودی حکومت گپ زد اومدن دزدیدن بردنش. عزت همون مهاجرا را یاردم کرد اومدن دزدیدن بردنش. کرامت شریفов از مهاجرا گپ زد اومدن دزدیدن بردنش زندان کردن. وای نه پدرنلد فاحشه را کی پیش راهی را میگیره؟ چی باید کرد؟ نامی تاجیک نموند، آبروی تاجیک نموند، آبروی تاجیکستان نموند. کنسا
یا که شما نمیبینین را ما تیک تاک در افیر کنم میبینین خونه ما میره که مادر ما را میگه پیش بچه تا بگی که تا که بچه حکومت تنقید نکنه. شما زبانی قنچقا را میبندین یا نمیبندینش؟ صدها مادرات هم با نمو 4 تا دیگه بیناموس و بیننگ دیگه نمو قرش اماندگی ناسا کشیدگی در پدر یا تاتون نالد شما را که شما واری فرزند تولد کرده است. در جایی که شما پیش رهی او را بگیرین، در جایی که بگه نه انسان دهن تا پوش اینجا دیگر انسان ها میدروین پدر نالد زپیسای شما میمونه در پیش دیگر آدم دیگر خواهرها دیگر آچوهای شما گوش میکنه. چی توی تاجیکی و چی این همی تیک تاک فایشه خونه تاجیکی اردش برابر شده است. همی فقط این همی آشکار همی یک دیگر را بگیم که همی سکس کرده نمانده ایستادند خلاص. این چی گپ است اصلا؟ صاحب داره همی ملت، همی ملت صاحب داره یا که شما فقط کدام امام علی را تنقید کنم قفاش میدوید؟ طلب ما از حکومت و از بگیم ساختارهای قدرتی و خیلی از امام علی رحمان همین که رهبری کرده میتونی رهبری که همین ملت پرورش کرده میتونی رهبری کرده میتونی بکن، نمیتونی و بگیم که این همین قنچقایی که اونا یک گروهی دیگه بنام پشتی تره گرفته روزی درست و چت فلان خواهرتا فلان اپتا فلان دیگر یعنی که این در آبروی تاجیک میرسه و اونا 4 فاحشه دیگر. چه شما فاحشه ها را پال فول اجدی اجازت داده که تمام فاحشگیش بکنن در لبایجو؟ حقوق انسان میگن پدرنالت حقوق این مردم حقوق نیست که 4 فاحشه در تیک تاک میدروه کونیلیچ کردگی روز درست بگیم که از تمام همون بین پا بالا نمیبروید. صنعت فرهنگ مدنیت آوردن بین پا در راست کردن بین پا را در درون تیک تاک در دیگر جو سر دادن. شما ناموس دارین؟ این چی حکومت داری است؟ این چی دولت داری است؟ چی دولت داری است؟ اگه که حکومت در دست ما نیست که اینا که بزبان میموندن این پدرنالتو در دست ما بزنه حکومت ما بینم حقارت ما دهن دشنام برامدگی را بینم زبان شب باور که کوتاه میکنم او را. اما زمانی هست یک دوستانم که اما زبانی زنبور را بریدگی هم برایم زنبور بنگس که میگرده. یک قصه هم همین خیلی است. اما ما امید از اون میکنیم که بگیم حکومت تاجیکستان البته برای تصمیم میگیره و او جوانایی که بگیم در کوچه ها یک مست هم میزنن کلان سالا احترام کلان احترام تمامی چی یعنی قانون های دیگر که جدی برآوردن در کار هست. جدی، نه اینکه خیلی بگیم که قانون باشه که برای پول کار کردن باشه و سر هر قانون جریمه بگوی پول بگیری جواب دادن بگیری. وقتی که قانون پول گرفته جواب داده میشه و پس این قانون ایت قانون نیست، این قانون ایت تنها یک بیزنس است. بیزنس خلاص قانون شما فروخته ایستادین، شما قانون فروخته ایستادین، قانون بیزنس کردگی هستین. یک کس یک کار میکنه جریمه که جواب بده، جریمه که جواب بده، جریمهش که جواب بده. این شما سودا کرده ایستادین قانون. قانون نه همه وقت جریمه و جواب میشوه. برای همون بعضی چیزها هست که جزا کشیده می شود، دیگر جریمه و جواب نه. بعضی چیزها باید با جزا کشیده شود، دیگر او را یگان قانونی دیگر نباید او را پسند کنه. همین خیلی حالت را برای نسل های دیگری که دیگر جوان ها این تربیه باید باشه. دیگر جوان وقتی که را دید
بعد بگیم که خداری کنه که هو بیس که ایده پول داده خلاص خورده نمیتونه این حالت داده خصوصا نمی حالت هایی که تیک توک شده ایستاده شب روز همین چند روز است ما داخل میشم که قوری و تو قوری و چه بخدا قسم اگر بیورکو چول شمه بریدم اگر امو تیراتوری آدم همه بدم همین را نه که افسوس که بگیم که امام علی در تقدیر یو این ما را دیگه تروریست اکستریمیست گفت زمان هایی که ما در اونجا ها میگشتیم در اون منطقه ها نه خیلی فحش فاحشگی نبود برای که ما رفته پیش رهش همه گرفتیم ما می رفتیم پیش راهی را می گرفتیم می فهموندیم که اپای خواری ها این کورتانه که ای دفع یکم بر اومدیم با پیش تا با خوبی اومدیم که تو که دیگر نمی فحش فاحشگی نکه در یگانجا و دیم بار چلچلش حلال میکردیم بعد او وقت او میفهمید که значит یکم برده نشید دیم برده بعد بزب تمام میشوه تقدیرش برای چی زمانی که ما در اونجا بودیم نم خیلی فحش فاحشگی نبود برای چی امروز فحش فاحشه شد وقتی مردک از جامعه که سرکدین بعد اونم خیلی قنچق صفتا که موند دولت نمی قنچق صفت میکنن امروز در گرد امام علی رحمان بدگی نمی قنچق صفتا سبب یک حکومت قنچقی آمد امروز امام علی رحمان خودش هم در سخنرانیش را تصدیق کرد اون سخنهای ما را که واقعا هم راست میگن یعنی خیلی هم حکومت فساد شدگی است نفساد دزدی است از سببی که هم ما دزدی میکنه این همی احوال ده زدگی است همین حکومت تاجیکستان و آگاه هم داد اگه نمیدونم که آگاهیش چی میشه و عاقبتش و یگان دست و میشه و نمیشه و که صد باره ها ما میگیم که نترس امام علی رحمان نترس وقتی تو مردک باشی مردکا در برتن مردکا پروست طرفی قنچقا را نمیگیرن در بر قنچقا راست نمیستن مردکا در زپدلو های در بر قنچق راست ایستادن میفهمی امیره وقتی که شما حالت صفتی بگیم که پس داره ما موژیکا در بر شما ایستادن از زپدلو میدونیم نه که شما رفتار مردکی داشته باشین لبای سیتواسیا در پدشکتون میکنیم زمان عین حال زمانی ما است بعد از ما جوانا با میویند اگر ما جوانا را فحش فاحشه تربیه کده کلان کنیم پس بعد از این شهر زنان یا شهر فاحشه هان میشود دولت زنان یا دولت فاحشه ها میشود دیگر او دولت برای اون که امام علی رحمان خودت ساختار انمی خیلی ساختی آماده کردی فکر نکردی خیال کردی که تو یعنی که مردم تو ضعیف کنی و اولادای تو میتونه حکمرانی میکنه اما تو نفهمیدی که اولادای تو در بالای فاحشه ها دیگه حکمرانی میکنه در بالای ملت نه یعنی که ملت بدن از بین میروه میفهمی امیره اوجه قریب که بگیم که از بین رفتیم قریب از بین رفتیم دیگر نموند وقتی که یک دختر تاجیک میبرویه در داخل تیک توک 24 ساعت بین پاش رکلام میکنه سانتیمتر پشماش چه خیلی دوخی میزنه در بین پاش چه خیلی مردکا ببینه او را کیف میکنه برای همو دایمو کلینت داره میبرویه فاحشگیش رکلام میکنه میشینه یک مرد برآمده پیش رای او را گرفتن نمیتونه یک مرد برآمده هر مرد میبره بعد دانی او تاتی طریقه دگیم قنچق ته برو چته نصیحت که ته برو قنچق خوار ته نصیحت که ته مرا نصیحت نک وقتی که نخیل فاحشه ها بالاتر از مردها میشوند دیگه از او دولت امید تبکن برای که این دولت دیگه مرد نداره این دولت دیگر مرد نداره که یک فاحشه یگان مردک پریزنواد نمیکنه دیگر 5 نفر 6 نفر میدروه در داخلش 2 کنتی دیگه مردک ریش نمیخموندگی در ناموسی او میدروه قطیاشون ناسازدگی راش میگی اپا انا خوب کردی اپا انا اکا انا
ناش بگو ما ناش تابانی پاش ناش منابا بگو اینا ما خالتا ناش مامتم ناش هم قیمت میشه هر روی چات سی بدن نلات حرام بلیت در تای زبون ترا یا تقاش قلدوغ بلیت فهمیده؟ انمی چیزایی که هست انمی چیزها رو اگر پیش رهش نگرفته اگر حکومت جمهوری تاجیکستان و امنیت اگر که نمیره پیش رهش نگرفته آبروی شما هم نول تین میشوه نول میشوه نول یه بار بدروین در تیک توک اگه میگم که من قدر نوشتمش که گفتم ای انسان معنای دموکراسی را اگر خشوتر نگاه کنی آزادی تو آزادی انسانی دیگر را پایمال نکنه که میخیزه میگه برای اوچه تناسیت که خوار تناسیت که ما چیکار ما میگم که افسوس دارو تریتوریو اگه دوستم ندارم اگر میرفتم دوستم میداشتم که باور که ما میدونستم قانچقه خودم چی خیلی کنم چیکارش کنم قانچقه با من نشان میدادم چی خیلی نصیحت کردنه برای هم حکومت پیش راهی قانچقه را بگیرین پیش راهی جلبورتونا بگیرین آبروی تاجیک با زبان تاجیکی از سحر تا بگه او خیلی گپ ها زدن یک سه چهار قانچقه آوردن در آوردن من میگم که یک دو سه تا قانچقه افغانستان است یا دو سه تا قانچقه از تاجیکستان اینا یک شیدگی هستند در داخل تیک توک روزی دراز بین پور رکلام میکنن روزی دراز من نمیدونم اگر حکومت اگر که پیش راش نگرفتین کو و اونم قانچقه دام اگر که قانچقه خطونا جمع نکردین کو حاضر فرصتی نمی حکومتتون هست نمی حکومتی فاحش اساس کدام بگیرین کاراتونا نیکی روزش میشوه پدن نلتا کو با نمی کاراتون بعد سخت جواب میتین او روز یگان انسان دیگه بعداتون نمیرسه پدن نلت شما را حاضر نه فرصتی که داد از نه حکومت قانچقی که قانچق پرور که شما قانچقا را پرورش دوره بکنین کاراتونا اگر که تو اونم روزه انا او روز پدن نلت بعد هر یک تا جواب میتین هر یک تا بین همی کاری کدگیتون او روز ما شما را در دیگه تیک توک میشنونم تون بسیار تیک توکی زورای انا او جواب گفت همو گپو انامو دهانتونم انامو جوتونم فقط دیگه استفاده میکنن پدن نلت ناموسی تاجیک است ناموسی تاجیکی است حرامزاده ها کم ترکک باید ناموساتون نگاه کنین کمتر دهان تا جمع که پدن نلت قانچقی حرام انسانایی که در تیک توک در دیگر جای نمو حقارت دشنام و غیره چیزهای استفاده برده ایستادین خداری کنین یعنی زبان تاجیکی را شرمنده نکنین در جامعه جهان زبان تاجیکی را و او روز میشوه برای نای کاراتون کو هر یک تا جواب میتین اونا اکتیورای حرام اما گفتم که او فنگوتونا بس کنین روزش میشوه پدنالت بنیاتونا کو پلومبا میزنین بعد فنگ کده میگرده او آبروی تاجیکا ستاتوسی تاجیکا ویلیون تاجیکا بقپین تاجیک بدن تونا بعد او روز پدنالتو در دستی ما خوردین بعد پشایمون نخورین بعد او روز دیگه پشایمون تو فایده نداره من نمیگه پای نمی آخران بار برای شما فکر کنم که گفتم و آدمایی که توی میکنین توی فویشگی کردن این همه ای 24 سال او طرفاتونم تویاتونم دلیت کنین ای یوتیوب ای دیگر جو ارتیست هایی که پدنالت نامو فحش فویشه سرود انگ بینگ جنگ میکنین
جواب میتین سخت جواب میتین آبروی تاجیک رزوندین پس دیگه پشیمان باید میخرین او روز آبروی ملت ها این ملت فرهنگ هم داره مدنیت هم داره و آبروی خیچ هم داره شما پدنالت قنچق فنگ فنگ تنگ تنگو در نمی 30 سالی که در همین حکومت فایشه‌داری امام علی رحمان 10,000 ساله تاریخی 5,000 ساله تاریخی نمی تاجیک فارس در درونش ریدین شما چورتا حرامو با او سروداتون با او صحنه‌های کدگیتون بینای تیک توک در 6 روزی درست فش فش کدگیتون همو بینای پوتون رکلام کردن حقارت کردن تو خطونه احتیاط کنین بازم میگم خطونه احتیاط کنین این حکومت فوشگی امام علی رحمان دا او قدر موندگی نیست سراغش هم کم موند و کمی دیگر موند بعد از او جواب دادن شما سر می شود شما یک تا جواب میتین یک تا همه تو او روز دیگر پشیمان نخرین او روز دیگر من نمیدونستم او روز من قهر میکردم ایتاری چیزا نه او قهر ما میکنیم نه که اما جامعه را رعایت کنین نرینین در درون جامعه و حکومت امام رحمان ما از خودت طلب میکنم اونمو قنچقا نیمه دیلینا خیلی که اونا 4 تا قنچقه در تاجیکستان آوردن در پیش کامراها برآمدن بخشش پرسیدن و این 4 قنچقه دیگه در مسکو و در روسیه و در کیم که جا گشته ایستادن گدایی کرده طلبیده از آدم پول طلبیده روزی دروز و بگیم بینای پاشونا فروخته رکلام کرده در تیک توک تو سانتیمترای پشمای بین پاشونا تو دوخی خیلی مزه میشه کن خیلی اینتیم گلو را رکلام کرده ایستادن که تری بشکی این تری واز بوجداد میشه اگر نمی قنچقو تا پیش راش نگرفتی و ما زپیش نمیورا با زپیشای امام علی رحمان منتاج کرده گپ امام علی را و اینایی را گفت که هم گپ بین پوش منتاج کرده گفتگیوش هر یک گپش تا گپ امام علی تغری میگیره منتاج کرده در اینترنت میمونه که امام علی گپ میزنه و میگه نمی فلانی قسمه نخوردی انامی گپا را ما منتاج کرده میمونم گپی همیورا روزی درست دیگر ما میشینم در خونه منتاج میکنم گپی انامی فاحشه را گپی امام علی را روزی درست انامی منتاج میکنم میمونم یک ماه تو این همی ماه برآمدن اگر نمی قنچقو از تیک توک نابود شده برآمده در تیک توک اول بخشششون پرسیده نابود نمیشوند از ماه دیگه منتاج کردن سر میشه ما هم قدر زپیساشون گرفته موندگیم دستاتش نه است دیگر تمام انمیورا زپیساش منتاج میشه و گپی امام علی رحمان ده گپی پیشوا و اساسگذار صلح و وحدت تونده برآمداش ده منتاج میکنم یک تا گپی امام علی یک تا گپی امام علی یک تا گپی امام علی یک تا گپی منتاج میشه برای شما یک ماه یعنی تا آخرین همی ماه مهلت بخشش میپرسن اونا یک گروه پدیکای دیگه تونا محکم نمیکنین گپای حقارتای انام را در همه امام علی منتاج میکنیم میمونیم ما کمانده را تشکیل میکنم ای ماه دیگه فقط منتاج میروه هر گپ امام علی ده و چتا فلان کنم فلانی ما خوردی فلانی خواهرت فلانی قوری و چت دروغ نگو انمی گپا منتاج میشه در گپ امام علی رحمان بگیم که در اینترنت مونده میشه شما اگر هم معقول باشه پس پیش راشون نگیرین جدت کنین اگر شما دا معقول باشه نباشه میگیرین پیش راشون قنچقو بخشش میپرسن از تیک توک دف میشون از تیک توک دف کنین قنچقو را این آبروی ملت آبروی زبانی تاجیکی را رزاندگی هستند قنچقو دیگر سلامت باشین سربلند باشین خونتون آباد باشه پادپیسکا پادیلیت گفتی همو گپا دیگر اون طرفش در اختیار شما است برادرایی که در تیک توک در همه افیری که ما را میبینین منتاج میکردگی انسانو همتون تیاریتون چوت که ببینین یک همانده بعد یک ماه ما جداد میکنم که همی قنچقو میبروین تیک توک دیو نمیبروین یک ماه جداد میکنم اگر برآمدن همی قنچقو بخشش نپرسیدن در همی یک ماه از تیک توک نابود نشیدن کمانده تیار شین
монтаж мекардаги инсоно ман худам гуфтам гапо сценарист режиссёр гуфтам гапо бастакор хондагӣ ҳастам ман мегӯм кадом калимаҳо дар куҷоҳо монтаж мешавад ман нишонтон метам монтаж мекунем дигар дар ҳами олами интернета пир мекунем ҳами олами интернет полнироз ана ҷаноби олӣ тамо ана бигем ҳами кадоме ки ақорат мекунад айрешаш блокировка пажизан ҷаноби олиш хати анами фоҳишаҳоро бигем ки монтаж мекунем дар Эмомалӣ Раҳмон дигар саломат бошен команда тайёр бошен кадоме ки подписатсия накардем подписатсия кунем агар духтон бирасад духтон нараса накунем подписатсия канали ма то имрӯз аз аввал то имрӯз ҳар як инсон ҳамун сидқан подписатсия карда омадагӣ чистай хеле ягон фейк мейк да канал нест ҳамин 23 000 қариб обуна шидааст 23 000 натурални одамо ҳастанд бале албатта баъзеҳо мисол гирем ҳамун сайтоша гум кардагӣ аст як баъзе чизҳо мешавад аммо подписатсияро фаромӯш накунем дигар боқӣ саломат бошен сарбаланд бошен хонобод бошен албатта ходими халқ ҳама вақт дар трансляция дар эфир ҳар як масъалада бигем ҳаст ва бигем таҳлили худша мекуна талаби худша мекуна пешниҳоди худша мекуна бигем ҳама чизе аст яъне аз ман як танқиди холӣ нест албатта ки танқид боша талаб ҳаст ва пешниҳод аст яъне ки танқидшам кардам талабшам кардам ва пешниҳодшам кардам кадомиша ҳукумат ихтиёр куна ва вибр куна албатта агар ки ҳамин Эмомалӣ Раҳмон ки ақлиш даромада аз ҳамин гуфтаҳои мо ки ақлиш расида буду ҳамин баромадаш да аз камбудиҳои худаш ки ҳарф зада аз камбудиҳои 30 солаш инам бигем як натиҷае буд ки яъне ҳамин гуфтаҳои мо баъзе инсонҳо ҷағвақ мекунанд не бекор мегӯен ҳамин меҷаккен чӣ мешава инам бекор гап мезане не бекор набуд ҳамин гуфтаҳои мо натиҷааш дар ҳамин паёми солонаи Эмомалӣ Раҳмон буд агар ки бовар накунӣ биши паёми солонаш як бор хишру гӯш ку чӣ гуфт яъне ҳар гапе ки нами 10 сол мухолиф мегуфт мухолиф талаб мекард мухолиф танқид мекард ана ҳамин гапҳоро бигем ки дар ҳамин солона дар ҷаласаш баромад гуфт камбудии давлат хоб ҳоли аи солаш мебирояд камбудии свет атаплениерам гап мезана аз ин сол биромада бигем ки аз ҳамин танқидҳо яъне худаш худша як инсон дар ҳолате ки худаш худша танқид мекуна яъне ки ӯ чизе аст ки эътироф кардани суханҳои мухолиф меганера так что Эмомалӣ Раҳмон худи худтам бигем братишка и ҷияни ма будааст Эмомалӣ Раҳмон ҷиян худтам ҷиян дигар ҳамун дар статьяи 307 ки мара задагӣ ку тағота ана ки ҷура дар ҳамун статьяи 307 тағоҷиян ку ҳардумон дохил шидем барое ки ҳардумонам ана ҳамин камбудиҳоро чикор кардем гуфтем ва маам гуфтам и камбудира мара 307 задан и камбудира дар ҳамин ҷаласаи солонат худтам гуфтӣ пас трам бояд 307 бизананд статьяи ҳардумон яхел фақат ҳам қадаре ки ту доступ дар Тоҷикистон дорӣ бести дигар мо доступ надорем ки уҷа бидроем а так бигем ки тағоҷиян ҳардумон статьяи 307 гирифтагием аз нигоҳи суди олии Тоҷикистон так что дигар мара дар ягон ҷо террорист экстремист сепаратист нагӯ барое ки худтам ҳамин статья қатъи братишка фаҳмиди ҷиян яъне ки дигар чӣ том бигӯм дигар саломат боше ана скачат кунен ҳам фоҳишаҳоро гапошона маам гирифта мондагиём ҳаст шумоам скачат кунен сахранит кунен фоҳишаҳоро ва суратҳошона скрин кунен бигирену қанчиқора ҳамаша ва бигем ки аз ҳукумат мо талаб мекунем то ин ки ҳукумат пеши раҳи фоҳишагии фаҳшира бигира агар намегира пас мо сар мекунем дар гапи Эмомалӣ гапҳои ёро монтаж карда мондана то ки бигем ки Эмомалӣ дарк куна ки яъне ҷомеа чӣ шида истодааст худо нигаҳбонтон гуфтиам гапо саломатӣ сари ҳаматона мехоҳам саломат бошен сарбаланд бошен мега ку забон дар сар меган чӣ меган посбони забон посбони сар аст меган чӣ меган яъне ки агар ки иштибоҳ кардӣ ва бигем ки калат ҷавоб мега
برای همون 4 فاحشه در حالتی که با یک گپی خوب مینویسیش که مثال همین چیز نادرست است، دیگر انسان ها دیگر زن ها تماشا میکنه، دیگر فارس ها تماشا میکنه، این چی میگه؟ میگن زن تاجیک همش فاحشه به دست شما را دیده. یعنی که این هم تصورات داره، نه کمی گپاره. این همی مونده است ما دتانی آتش تری میکنه، ما در قوری آتش انا موبایل پام میمونم، ما در لوای آتش موبایل پام ما در بینیش میمونم. ای انسان عقل درست نمیگیره، باور کو نمی پسیخیچسکی وایران میشه، میره او را گوش کنی بیستی، میفهمی امیره؟ اگر دوست پود باشه کو آدمی بناموس او را زبانش میبره میگیره کو دیگه گپ زدن نتونه و خیلی قنچه. زنده باشین. حکومت ما این چیزا رو تاخیر ما برای شما مهلت است تا که نام قنچقو فاحشه ها میبرن اینترنت بخشش میپرسن و بگیم که دفع میشوند دیگه در اینترنت داخل نمیشوند، در تیک توک و در خیلی چیزا. و اگر نه که داخل شدن صداشون برآمد پس منتش سر میشوه، گپ اینا با گپ امومالی. زنده و سلامت خانوبود سربلند باشین. پادپیسکا پادیلیت در اختیارتون است دیگه، مجبوری نیست و هرچند به پول است.